ای مجاهد بنویس. یکی از امور لازم و ضروری برای میدان جهاد این است که فرماندهان نظامی باید خاطرات و یادداشت‌های خود در خصوص جنگ‌هایی که فرماندهی کردند را بنویسند، به ویژه جنگ‌هایی که در آن شکست خوردند، تا همچون یک امانت نسل به نسل انتقال داده شده و جدا از فایده‌های معاصر به ایشان نیز نفع برساند. فرماندهان سیاسی و اداری نیز باید چنین رویه‌ای را در پیش بگیرند، صرف نظر از این که مفید خواهد بود یا نه. اگر با صداقت نوشته شود، قطعاً میراث گرانبهایی به شمار خواهد رفت. یادداشت‌های فرماندهان یکی از اسباب به پا خواستن قدرت‌های بزرگ به شمار می‌رود. بله، وقتی اشغال روسی شکست، فرماندهان و سردمداران جهاد نتوانستند آنچه را در خلال جهاد انجام داده بودند را نوشته و به نسل‌های بعدی انتقال دهند. اکنون که اشغال امریکایی به پایان رسید، بر مجاهدین است تا یادداشت‌ها و کارنامه‌های خویش را نوشته و به نسل‌های بعدی انتقال دهند تا روحیه و انگیزه جهاد در این سرزمین مرخیز از بین نرود.